مثال دستگاهی تا اواخر قرن 18 به وسیله شخصی به نام شولز اختراع میشه و که با استقبال آدما روبرو نمیشه، به دلیلی که آدما همیشه به تکنولوژی و علم روز یه گاردی رو دارن، مثلا امروزه دارن به هوش مصنوعی این گارد رو نشون میدن. اون زمان دلیلشون این بودش که میگفتن هویتمون به خاطر از بین رفتن خط از بین میره، ولی کم کم جا میفته و خانم‌ها برای بار اول در کل دنیا به طور رسمی وارد بازار کار میشن به عنوان تایپیستا. البته همون هم چالش‌های خودشو داشت. اولین دستگاه به همین شکلی که می‌بینید یک کیبوردی داشته. این اولین دستگاهی که اختراع شده نیست، من عکسش رو دیدم. ولی به تدریج دستگاهی میاد که ظاهرهای متفاوتی مثل این دو دستگاه دارن، یا اهرم دارن یا دکمه‌هاشون به شکلیه که عجیب غریبه، مثلا شبیه دستگاه تایپ نیست. مدل دستگاه تایپی که دیدین صفحه کلید نداره رو میگن ایندکسی. مدل ایندکسی برای این تولید میشد که هزینه تولیدش کمتر بود و بعضیاشون هم چند زبانه بودن. ما یه مدل دستگاه هم داریم که در کاخ گلستان نمونهش داره نگهداری میشه. جز اولین دستگاهی که به ایران وارد میشه هستش که داخل کاخ گلستان نگهداری میشه. هاموند 12. این دستگاه داخل کاخ گلستان یه تیتری هم داره به نام چرخ تحریر مظفری، برای مظفرالدین شاه بوده. تشریف بیارید یکی از دستگاه‌های ایندکسیمون که یه تیکه آهنه، ولی یه زمانی این دستگاه باعث می‌شد ارتباط آدما با هم دیگه صورت بگیره، ولی زمان جنگ جهانی میان فراخوان میدن، همون یه تیکه آهن رو آب میکنن، میخرن و آب میکنن و ازش میان اسلحه سازی میکنن. این بار میاد باعث کشتار آدما میشه. یعنی دو سرش رو میتونیم ببینیم. دستگاه بالایی تایم ریکوردره که ورود و خروج کارکنان ارتش نیروی دریایی آمریکا باش این دستگاه چک می‌شده. تایمری که روشه اگه جلوتر تشریف ببرین، این تایمر 24 تا عدد داره، مثل ساعت من 12 عدده نیست، یعنی 24 ساعت رو داره برای ثبت کردن حضور غیابشون. ما متاسفانه اولین دستگاه تایپ رو نداریم داخل ایران، ولی اولین ماشین حسابی که برای ایران توسط فرانسه ساخته شده رو داریم. این هم با چرخ تحریر مظفری که در کاخ گلستان هستش، 1-2 سال فرق ورودشون به ایران هست و این رو یه تاجر تبریزی سفارش میده فرانسه و برای ایران میزنه. 4 و 5 و 6 رو اگه نگاه کنید کاملا فارسیه، مثل اعداد عربی نوشته نشده، یعنی برای ایران اختصاصی زدن. بقیه ویترین هم ماشین حساب تو مدل‌های مختلف و کاربردهای مختلف و ساخت کشورهای مختلف هستش. میرسیم به نظر شخص من به خاص‌ترین دستگاه مجموعه‌مون، دستگاه تایپ نوت موسیقی. از این دستگاه محدود تولید میشه، شاید بگم زیر 10 تا در کل دنیا و همه با هم متفاوتن چون دستسازن. این دستگاه نوت موسیقی تایپ می‌کرده که موزیسین‌ها ترجیح میدن با دست بنویسن، حتی با اختراع این دستگاه، حتی به امروزش هم من شنیدم که با دست بیشتر می‌نویسن. حالا شاید هم از کامپیوتر کمک بگیرم ولی نه به اون شدت. شرکت اریکسون که چند سال پیش گوشیاش دستمون بود و این سوئدی هستش، این دستگاه تلگراف رو 1890 تولید کرده. 1892 تلفن رو تولید کرده. تلفن به قدری قدیمیه که وصل می‌شدن به مرکز یا تلفن خونه، اونجا وصلش رو می‌کرد جای مختلف، یعنی شماره گیر نداره این دستگاه. دستگاه طبقه پایینم فاکتور زنه، فاکتور میداده، مثل دستگاه پوزه الان 2 تا فاکتور به ما میده، با چرخوندنش 2 تا فاکتور میداده به فروشنده و خریدار. ویترینی که روبروتون قرار داره همش ماشین‌های تایپ ایندکسی هستن، مدل‌های اهرمیش هستن. قدیمی ترین دستگاهایی هم که تو مجموعه‌مونه 1885 و 1886 کناریشه. بالاییش بود. فقط من اول عرایزم عرض کردم، گفتم دستگاه اول کیبورد دار بوده، بعد ایندکسی ها میان. برای مثال سال تولید این 1928 و مدل ایندکسیه. سال تولید این 1924 و کیبورد داره، یعنی اینکه اصلا تازه اون بعد از این تولید شده ولی باز ایندکسی بوده. یه دستگاه هم داریم برای تایپ روشندلان و نابینایان که خوشبختانه ایران در دهه‌های اخیر برای نابینایان این دستگاه رو صنایع آموزشی تولید کرده. دستگاه دیگه داریم شورت‌هند، مورد استفاده کیا بوده؟ در واقع منشی دادگاه، گزارش‌نویس اداره پلیس به صورت کوتاه و اختصاری می‌نوشتن، با یه دستم تایپ می‌کردن. کاغذش هم به پهنای اون غلطکه باریک و خیلی بلند بوده. بهش میگن شورت‌هند. 2 دستگاهی که بالا هستن در واقع نسل اولیه ویدیو پروژکتورهای امروزی هم، برای نشون دادن تصاویر روی دیوار، اسلاید، پرده ها استفاده می شدن. این لوح‌ها رو مثلا تصاویری که روی دیوارهای کلیساها یا جاهایی که می‌خواستن نقاشی بکشن از اینو روی دیوار منعکس می‌کردن و نقاشی رو از روش می‌کشیدن. به فارسی بهشون فانوس خیال هم میگن، نفتی هم هستن.
این دستگاه توشیبونامونم وارد سال 1940 و 3 زبانه هستش، ایندکسیه. 1400 تا حرف داره که این حروف رو با پنس داخل این دستگاه قرار میدن و تایپ رو انجام میدادن. این هم که آیگه آلمان هستش، هنوز برندش داره کار میکنه. یه ویترین داریم که یه طبقهش فقط ماشینای تراش هستش، مداد تراش هستش در واقع، که از سال 1890 به بعد هستن. طبقه پایین 2 دستگاه داریم به نام پلیکوپی، تو صنعت چاپ کاربرد داشتن، چاپ روزنامه، کتاب، ورقه امتحانی، هر آنچه که فکر کنید رو با این چاپش در گذشته انجام میشه. طبقه بالاش هم چندین دستگاه هستن به نام چک رایتر. امروزه شما میرید بانک پرفراژ میکنید، اون زمان این چک رایتر رو اعداد رو حک میکردن روش که تقلب نشه. یه سری هم اکسسوری تو مجموعمون هستش که مثلا برای مثال این گردنبند زده شیفت کی، دستگاهی بوده که 50 تا 150 سال شاید قدمتش بوده و از کار افتاده بود، دکمه‌اش سالم بود. دکمه ها رو درآوردیم با متریال نقره و بعضیاشون هم متریال چوب و نقره استفاده کردیم و اینا رو طراحی کردیم. مثلا این فقط نقره هستش.